تا نکته که وقتی اومدی پاریس سرت کلا نذارن. پس برو بریم. اولین نکته راجع به حمل و نقل عمومیه. پاریس شهر خیلی بزرگیه، پس اگه بخوای توی همه جا تردد داشته باشی باید حتما بلیط حمل و نقل عمومیشون رو بخری. این حمل و نقل عمومی اگه بخوای یک هفته‌ای بخری 30 یوروه، ولی اینو باید حتما توجه بکنی بهش که بلیتت از دوشنبه تا یک شنبه فعاله. مثلا اگه چهارشنبه میای تا چهارشنبه بعدی، بلیتت از چهارشنبه تا یک شنبه فعاله و برای هفته دیگه دوباره باید اون بلیط رو بخری. هیچ وقت از باجه هایی که بغل مترو بلیتت رو نخر، برای اینکه 2 برابر این پول رو به توریستا میفروشن. از لینک یه اپلیکیشنی که برات میذارم این زیر بخر بلیتت رو که خیلی راحت تردد بکنی توی شهر. دومین نکته برای موزه لوور. لوور انقدر بزرگه که باید بدونی کل اون روزت میره. یه نکته که وجود داره اینه که اگه میخوای موزه لوور رو ببینی حتما صبح زود برو و بهتره که بلیطتو از 2-3 روز قبلش رزرو بکنی که خیلی راحت بتونی موزه رو بگردی و توی صف طولانی توریستا نمونی. اگه صبح زود بری میتونی جاهای خیلی مهمش رو راحت‌تر ببینی و عکس بهتری بگیری، مثل تابلوی مونالیزا. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که بهتره حتما اون بعد به ورودت آدیو گایدت رو بگیری که خیلی راحت همه جا رو به توضیح بده و متوجه بشی چیزایی که داری میبینی اصلا راجب چیه. و حتما با خودت آب و خوراکی هم ببر، چون قراره یه روز خیلی طولانی رو داشته باشی. نکته بعدی راجب سوپرمارکت یا کلا خرید کردن از پاریس. اگر که توی سفری که دارید به کل اروپا دارید سفر میکنید، بهتره که از پاریس خرید نکنید و ترجیحاً اگر از آلمان رد میشین برید خریداتون از آلمان بکنید، برای اینکه خیلی قیمت مواد غذایی، پوشاک، قرص و حتی لوازم آرایش ارزون‌تره و راحت‌تر میتونید تعداد بیشتری میتونید خرید بکنید. سوپرمارکت هایی که توی پاریس وجود داره، اونایی که انتهاش به پریکس ختم میشه رو بهتره که اصلا ازش خرید نکنید، چون قیمتاش 2-3 برابره. چند تا سوپرمارکت که میتونید ازش خرید بکنید و اسمشو براتون مینویسم که خیلی راحت‌تر بتونید هر چی می‌خواید رو بخرید. نکته بعدی راجع به جاهاییه که توی پاریس بهتره که ببینید. همونطوری که میدونید پاریس یه شهر خیلی بزرگه که از شرق تا غرب و شمال تا جنوبش پر جاهای دیدنی و جاهای خوشگله. پس قشنگ وقت خودتون رو بذارین و برین جاهای خوشگلش رو ببینید، مثل این جاهایی که بهتون میگم. اولین موردش همین طاق پیروزیه که پشت سر من میبینین که خیلی خوشگله و حتما ارزش دیدن داره. مورد دوم برج ایفله. من جاهایی که میتونین بهترین عکس‌ها و بهترین ویو رو از برج ایفل داشته باشین براتون اینجا لیست میکنم. حتما لازم نیستش که اون پایینش برید، البته که ورودیش رایگانه. اگه بخواید به طبقاتش برید و بالاتر برید باید یه هزینه‌ای بدید و مراقب هم باشید که با خودتون کیفای خیلی بزرگ و نوشیدنی نبرید، چون نمیذارن داخل برید. مورد بعدی هم که موزه لووره، واقعا انقدر قشنگه و جزئیات داره میتونید حتی 2 روز هم بهش اختصاص بدید. مورد بعدی دیزنیلند و کافه ورسای. حواستون رو جمع کنید که دیزنیلند و کافه ورسای از شهر دوره و با شهر تقریبا 1.5 ساعت فاصله داره و برای دیدن اونجاها باید بلیت زون 1 تا 5 رو داشته باشید. در آخر میخوام بهتون راجع به کافه ورسای بگم. اگر که میخواین برین کافه ورسای باید بدونید که بهتره که بلیتش رو 1 هفته قبل از اینکه برید بخرید، چون اگه بخواید 2-3 روز قبلش بخرین بلیتش 2-3 برابر میشه و خیلی گرونه. مورد بعدی اینه که اگر که میخواین بلیتش رو بخرین بهتره که حتما کاخ و گاردن هاش یا همون باغ‌هاش رو با هم دیگه بگیرید، در غیر این صورت اصلا ارزش نداره. اگر هم موزه لوور رو دیده باشین به نظر من کاخ ورسای خیلی چیزی برای ارائه نداره، چون بیشترش نقاشیاست و حتما با یه تورگاید داشته باشید وگرنه خیلی چیزی متوجه نمیشید. اگر که نظری داشتید حتما برامون زیر کامنت بکنید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و از سفر پاریستون لذت ببرید.